سلام علیکم تماشاگران عزیز مخلص. خام بسوق برنامه را سر کردنی او. نه او خاک خطا واردم گفتم بس اینجا کجا چیزیه؟ اصلا نه. تیاره. سلام علیکم تماشاگران عزیز مخلصان بسیار عزیز عزتمند اون کسانی که ما را دوست می‌دارند تماشا میکنند و حلاوت میبرند. اینک برنامه ورزشی که با نام 3 دقیقه بردناک امروز در شهر فیض‌آباد فیض‌آباد بله آغاز می‌یابد. من امروز همراه خودم اکای جورخان سفر رو برادر عزیز آوردم. بعد از آن 100 پرسیدنی که برادر من زدن و یک هفته به خود آمدم. امروز همراه برادر اومدیم برنامه را یک جا میبریم اکا. یک جا میبریم. زنده باشید. آغاز شد. اینک دوستان عزیز مخلصان عزیز و عزتمند برنامه ورزشی آغاز می شود. یک قرصک ای مخلصا. مرحبا بکنی. هسته پهلوان. اینا یک کانش ازنه. السلام علیکم. السلام علیکم. چی نام داری دادر جان؟ ادریس. ادریس جان. صنف چندی؟ 5. صنف 5. و بهای چند میخونی؟ 5. صنف 5 و بهای 5. 5 × 5 25 جانو. الان بیس. قاعده بازی را فهموندن تا چی خلای؟ یالینگا وقتی که 30 تا زدی ای 30 تا 20 سومون سر میشه و بام خیر رفتن میگیره 40 تا شالک 40 سومون 50 تاش 50 سومون 60 تا 60 سومون رفتن میگیره. یکمش یالینگا تیار لینگا تیار میکنیم. خب رفتیم 1 2 سر و سیما نشو 3 دستات نمون 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 هیچ گپ نداره. اما هیچ گپ نداره. رفتیم 16 17 18 19 20 21 خوشو 22 23 24 25 اوه 26 27 28 29 30 بده ها گپ زن آخی پهلوانا فهمن ساز بده یعنی که انا 30 تا زدی آزادی خشو خانشا بزنه 20 سومون کار کرد. اگر میتونستی 30 تا میزدی 40 تا میزدی الان 40 سومون میشد 50 تا 50 سومون کار کرد میرم برای مهنتی حال 20 سومون کار کرد گیاز. ادریس جان انا این چی نام داره؟ پفک نام داره. انا پفک نام داره رقم انا ببین انا هوزی من در 10 سکوند میره کفوندی 20 سومون میگیری. در 20 سکوند کفوندی اگر 10 سومون میگیری. فهمیدی؟ تیار؟ رفتیم. خب 2 سکوند 3 سکوند 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اگر نمیره 10 میکردی 20 میشه. صاحب 10 سومون دیگه شدی. چند سوم شد؟ 30 سوم. 30 سوم کار کرد. خب انا که سیومش سوالو میشود. کسی بیرون گپ زد اگر رکات تمام جوابش میسوزنه میگیره سوم. اگر شما جواب دید نگه یگون گپ نزنه. خب گوش کن بچه جان. ناز گوش کن ادریس جان. فرزندی پدر مای لیکن به مرا نه برادرای نه دودرای نه خواهرای نه اپا کیه برادر یوگای نیافتی؟ خب دویم سوال در یک جای به هوا 05 بودیم در یک جای به هوا 2 کیلو طلا موندگی 10 کیلو سنگ کدومش وزنه؟ 10 کیلو سنگ نیافتی؟ خب سوم سوال 1 کیلو پخته وزنه 1 کیلو آهن برابر آمده. آفرین برابر آمده. 3 سوال دادیم از 3 سوال 1 سوال جواب دادی نه که 2 تا دیگه شون نیافتی. سلامت سربلند باشی. دادر من 30 سومون کار کرده یک قرصک برای ادریس جان میزنه. خب رحمت آفرین. انا این 30 سومون در کجا صرف میکنی؟
کتابخری در کتابخری آفرین کتابخری بهترین شخصیت کتاب میخونن بخون. در کتابخری یک قرصک برای خوردن رحمت سلامت باشید سه سه کسی این طرف کی بود؟ من سه کسی این طرف من ایستادگان 30 سومون برد کنم با کی میسته خطی هم سه شده بچه برادران عزیز دو گروه در اینجا آزمایش کردن شما 2 مرتبه بردین سردار کماندتون کیه؟ خواهد سردار کمانده نباشه پول نمیتیم کیه؟ خطه؟ 2 مرتبه یا برد کردن 1 مرتبه دیگه کدام گروه برد کرد؟ اینجا بیا سردار گروه اینجا بیا اکا این 60 سومون از شما این 30 سومون از شما قبول است؟ سلامت باشه سربلند باشه